اگر پرداخت کنم قرضم رو میفهمی موبایلم چیز نشه و قد نشه. بعد شما چقدر دلت خواست اینجا بمون شما که تا وقتی آقاتون بیاد مثل به نیست بمون، هر موقع دوست داری بمون. ولی ما تازه خوشحالم هستم دیگه از نقنقی آشخانم کنار دیگه ما رو اذیت نمیکنه. ببین شما که باشین مسئله نیست. سامان ها بابا سامان همینطوریه. علی هوایی چی رو بپوشو؟ هوایی خانه رو بپوشم که بعد بیچاره شما بعد وقتا. نه اوجوری به درد نمیخوره پدر جان. اوجوری فروختی به درد نمیخوره دیگه. اگه فروختی بیچاره میشه ما جان. بله